داشتم دنبال اون وصل کردن دسته میگشتم، همین دسته‌های معمولی جویستیکا. دیدم هیچ کس راجعش از اونها ویدیو نذاشته. پس چون دیدم این یک کانتنت جدید توی ایرانه، چون لود نمیشه اینا، حالا هرچی دیدم چه کانتنت جدیده، گفتم که شروعش میکنم. برای وصل کردن دسته به پی سی یا باید برنامه X360 CE رو داشته باشی، یا همون کنترلر ایمولاتور، یا همون DS4 ویندوز. خب ما الان این دستمون رو کانکت میکنیم. یه لحظه. همونطور که میبینید ارور میده. چرا؟ چون ولتاژش 120 واته، ولی در حالی که کوچکترین کمترین رنجش الان شده 125 وات. چرا؟ چون که این دسته ها قدیمی هن و دیگه ساپورت نمیکنن این اپلیکیشن ها. برای DS4 ویندوز هم چون فواصل دسته های PS4 یا اصلا PS5 رو میخونه، اینو نمیخونه. باز حتی اینم دیگه دستمون رو شناسایی نمیکنه. الان دسته ما وصله. میخوایم ببینیم آیا این وارزونمون میخونه مادام با کنترلر بازی میکنیم یا نه. خب دسته وصله، ولی خب هیچ کاری نمیکنه. چرا؟ چون اینم میزنیم همه چی اینجا زده با دسته کار کنی، ولی خب کار نمیکنه. کنترلر اتوماتیک هم میذارم کار نمیکنه. ما رو با موس و کیبورد تشخیص میده. برای این کار اگر وارزونتون بازه، وارزونتون رو میبندید، میایید شما داخل سرور دیسکورد ما تو بخش فایلز، اینجا روی این لینک کلیک میکنید. فایل گیم پد که 15 مگا رو دانلود میکنید. من یه دانلود دارم فایل خودم، چرا چیز کنم. آره، بعدش کجا میایید؟ این 13 تا فایل رو به جز این تکست کپی میکنید، اسمتون رو میارید، رو ورژنتون رو کلیک میکنید، منیج براوزر لوکال فایلز رو میزنید، یه پوشه باز میشه. این فایل رو اینجا کپی میکنید، یعنی پیستشون میکنید، نه کپی کنید. خب اینا که کپی اینجا پیست شدن، میبندی و ورژنتون رو باز میکنید دوباره. الان همونطور که میبینید ما رو موس و کیبوردیم، قشنگ راحت روونه همه چی. خب حالا برای اینکه دسته رو انتخاب کنیم، اول دسته رو وصلش میکنیم. وصل میشه. دکمه شکش رو میزنیم. اینجا رو اتوماتیک قرار بدید، چون اگه هر وقت مثلا دستتون قطع شده با موس و کیبورد بتونید دوباره کار کنید. من اینجا روی کنترلر قرار میدم، ولی اینجا الان اینجا منو شناخت. همونطور که میبینید الان من دارم با دسته بازی کنم، با دسته نمیتونم بازی کنم. خب برای بقیه گیم هم اگر اون گیم هایی که دسته رو ساپورت میکنن همون فایل ها رو توی محل نصبشون پیستشون کنید، بعد دسته رو بس کنید دوباره صدا میده و دسته به خوبی کار میکنه. ولی الان مثلا از اونجایی که الدرینگ بازی که ساپورت میکنه، من اگر اینو وصلش کنم چون دسته ایکس باکس نیست، این دکمه رو عوض میکنم. اونجا که میدونید نمیشه ای و کیو. مثلا شما میایید اینجور وقتا اینجا تو بخش ساوندز اند دیسپلی پایین میاید، این دیوایس فور آن اسکرین هم روی گیم پد قرارش میدید. بعدش میاید بیرون، الان A و B شده. اینا واسه ایکس باکس هن، چون که الدرینگ مثلا واسه پلی استیشن و یه چیزا رو ساپورت نمیکنه. اگر مثلا میخواید واسه شما یه چیز دیگه بنویسه، یو آی داره و اون دانلود کنید. من بلد نیستم. آره اونو دانلود میکنید میندازید واسه این. الان مثلا این میبینم راحت با دسته دارم بازی میکنم. همین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت فراموش نشه. اگر خواستین سابسکرایب کنید. دمتون گرم. فعلا خداحافظ.